مسیار یار آی آقا جان خدا مبارک کنه که بیا ولو کار میکنی گیلا؟ همه پیار من میدونم گفتم بیاین داخل باخت امروز میدونم هزمار باش کفتم بکندم اینا رو میایم ما این بیانیم اینجا بیاریم چیکار پایه؟ دارا غریبی کجا هم پیار تو؟ پا او برا با خیر باخته هم؟ اونجا هم خوبه دیگه پیش مرغا بدم اماره چیکار میکنی؟ بیا آمده دیگه بیا آمدم خبر بگیرم از بالا میشتنم خوبم شکو خوب نگاه گپ بزنی که بابا اون آما جی تاوهی اون موتور سفید نه بابا اون کلون با جی تاوهی ها خیلی خوش داری ها خیلی خوش دارم مفده روز انطور وقت داشتم گفتی بگذارم بوقه بزنم وقت داشتم بدیدی ما عمال اگه من شاید بفهمم که یاد دارم من نه او تو نمیتونی گردانم بند باشیم عمال سنگینه و گیل خله خیلی سنگینه نیم عمال شما مثلا شما کلی یور بدین مثلا نمیگم مثلا آنه صبر کنیم من به شما اشته بگم مثلا آنه امی کلینه ای کلینه مثلا ای نمیندازه متا ساریو خب مثلا همینجوری سویچی نداره مثلا شما برید پیش بیار مثلا کنیم یاد دارم ایلا خود میزنی دست پاقو میشکنی گردانم بند باشه اگه لنگم دست پاقو باشه پیار تو اقدام نگن که باجه چرا این موتور این نمیفهمید بدهدی به دستمه انا به تو بگفتم موتور مسئله نیه به خاطر خود تو میگم اگه نیست بازم اختیار خود داریم میرم پیش پیار تو اگه دست پاقو بشکستی با پیار تو به من نگم اصلا شما بگیم این تیارا هلیکوپتر بیا ببین پاهم پاشون بزنه پاهم شکستانه پاهم اوسون بگو یکیه دیگه او با خود تو میفهمی دیگه من نمیفهمی پیش پیار نه بگم به پیار تو که سکیل گیلا گفت نه او خر نمیگذاره سوارشون خوبه صحیحه من خر میگه گاهی تو لغت میزنه صحیحه من سوار نمیشم شو خاله همونجا به بیرون استاده اوش که باله تو نفته او سنگینه خاله نه جمع باشی خوبه هیچی نگیم بفهمیدی خوبه اگه گفتن بگی گیلا گه زبار قد میکنه خوبه باشه با ایشو خاله مثل کشته کیفا میکنه ای خدا ما هم پیار داریم مردم هم پیار داره پیار ما گردن هم بعد باشه اگنیه لوش خربزی با ما بخره سال با 12 ماشونا ما مثل مرغ وریلیست که با ما یک کورتی نمیخره تو چیزی میخره شاله شهید شدون باشه میلالا کرچی بیای بپرسون کرچی اون بپرسون سه کنمی نمیفهمه آبیلا اول است تیز میره حالا با گل شده نه روشن نمیشه حالا تیزتر بیاین بچه خاله جان یک دقیقه تشیم بیایید پیش بیا هدیت برو اون کرچی خودی برستت کنی من نگیره گردانی بگی لالا او برستت کن باشه دیگه که بره برو مونده شده او بلالا خوبه لولا سکیل از شما نه ای برارم آباجی پیار منه
فهمیدی؟ خب چه کار بشده؟ انا برارم این خاموش شده. خب ها انا این خاموش شده من میروردش تو بیا انا من اوارخ پچخ که 2 ساعت من میگردم. انا این وقت چیکار کنم من؟ وای 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 حیران تو نو. چره؟ آنه مثل یک جیتی را میره تیل میخورده دیگه. این موتورا تو سوار نشو، این موتورا که سوار میشی مگم یک تانکر تیل هم به ترکشی بسته کنی. راست میگی. خوی از من نیه این میمون آمده با ما. آه اشتا کنیم برارم من نمیفهم اشتا روشن نگاه میشه. نلا ها. این که سوار شی به تاس یک بیتا از تو تو جا به جا استاد میکنه از تو میستونه. یعنی اسناد ما اما؟ آه آره برارم اسنادیو. تو دیوانی که جنی سفیه. سفیه؟ وای وای عقل کمال نداری. خاطر قدیفی بی من همیت چیزیه. نگو همی هست کمی هست ما گیرونه نه که خودت عوض میکرده. آیواز. معامله این چیه؟ این تانگ تیل مگم این تیل خیلی مهمه ماما جوی چی خور پرتادی بده تو بده چی خور؟ هر ریزی که برار بدی یک لیتر تیل اوف میکشی. بابا اوف میکشه تیلا را؟ سه کنم خدا این کلاچی شما تیل نمیخوره؟ میره نه بابا این تیلی نیه؟ نه تو صبر کن. این علفی این تیل نمیخوره این جا یک دیگه نمیخوره. این تیلی نیا بیا بیرو بیا باشه ماشین این سعی کنم برارم ماشین از این برار بیا که تو اگه الان ماشین نفته دادم بیرشو به جنجال تو نفته کن بیرشو این تیل نمیخوره نه بابا تو جیتی و راه میره سه کدو اگه تایلا با ازی قوت نداره که 16 تا دیگر هم تایی کنی کش میکنی. تایلا ازی سه که تایلا سکیل تو سیکو این مثل یک جیتی یعنی راه اگه میره. ببرم گاهی وقتی با جیب گردنم و بند باشه این خوب چیزیه که این خانوادگی آدم بره با میله جا میشین دل جا دل تو بیبی لگه. خورم جلو بشو. اگر عوض میکنی خوی عوض میکنی من فکر از ما گیرونتره باسته چند این اگه برای مرزی باشه بیا لالا معامله کنیم به خاک دیگه بچه خوبی اولالا معلوم میشی. معامله میکنی پول ندارم گردنم آنو بپلن میفرمانم هم سر آه. کلی که پول نمیآیه. خب معامله خوشی برار کشی دیگه خیلی. معامله میکنی خب. همین تو مثل اینجا میکنی بکنی مثل جیتی ولی راه میره خوبه خب برو بخیر کلی به کلی اون کلی ها روینه خلاصه برو بخیر برو از تو من کار ندارم این علی خراب هم کلی علی هم. این گل شده لالا من مستریم برو من مستریم تیار میکنم برو تاشو تاشو کشی تاشو این نمام دیگه این نمام معامله نکردیم خودم تو برو تو نمام تاشو کشی برو کاکا جو برو بشه آن چو برم بگیر تا کجا بسته کن برو بخیر میرد دیگه برو بینا یاد دارم ماما پس که وخش برو پا ولا کدی بابا بگیر ماما بگیر بالا سکل نره ماما بگیر نگه کاش کن برو لالا. تلاوی لگه ماما جی چه کار میکنی؟ ها من اینجا بشینم بشینم. بیلا بشی. تاشو اونجا اینجا بشین اینجا برو بخیر تلاوی لگه جلو لگه برو بخیر آنه برو ها لالا. جلو لگه که برو لگه ماما بره دیگه خدا روش کنی شما تا بازار نگیرم نمیگیرم برو بخیر. برو برو. خودی خوب آدم بیعقلی شدی. کجی بابا اشته سگله کجی یوری هم یک عقل کمال نداشته نداشته. تیل از این بنده ای بیچاره پیاده کشکیده بیاده چه بگیر تیلی بیشن بند میشه میده؟ سر کشن میشه کسرته. سر خواه اشته سکله تونگیه نه با. نگم گردن تو بالا دروغ نمیگم. با اینا رو یک سیفی هم بزنه نه خوبه؟ خیلی. چه مجیسه؟
انشالله 5 تا مصرف شده تا آلرژی سه. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. بنده باجه شمی. یاری خوبی؟ سلامتی. شکر زنده باشید. خلیفه مونده نباشید. سلامت باشین. تبریک باشه باجه. با اوز تیار میکنه. چی مال مردم چی تبریکی داره؟ خب باشه دیگه 10 سال میشه این به دست شما نه انگار از خود شما نه. باشه دیگه 10 سال به دست من درست که دست من مال مردم دیگه. من یک نگهبانیم. راست میگی. باجه ها. من بیام اومدم یک گپی به شما بگم. خب چی گه؟ من یک 10 تا گاو شیری خریدم. خب. همینار گفتم من تا باغچه همینار ما گودری تیار کنم. خب. گفتم همینار شما بیایم همی گودری و همی گوا و همی باغچه اینا هم دست شما باشه بیایم همینجا خود ما کار کنیم. من که بیام اینجا کار کنم اینجا چی کار کنم؟ اینجا گیلا که به جا خوب نمیشه دیگه من 10 سال میشه خدای من به خدای ساکو به اینجا دیگه مال بر یالا کنم ما بیام پیش شما بیام. خب انا فرق نمیکنه گیلک بچه شما هم کلون شده به این باغچه خودی شما بوده چمخم باغچه رو میفهمه اور به جا خو استاد کنیم شما بیایم اینجا اونجا هم خود شما نه من باجی شما نم بیگونه هم نی هر چی همین مرتکه به شما میدم من بیشتر هم به شما میدم بیایم اینجا خودی هم کار کنیم گودری هم هست باجی خوب بکردم خوان گیلا که میدم دست تو که ببرن سر کار میگه چیز کنه گیلک نمیتونه چرا 10 تا گاو جمع کردن چیه دیگه باشه 10 تا گاو مال میفهمی باشه صدا میکنم گیلا نی هم است که برای به کوچه رفت برای کوچه رفت او همون که من بیام برای به کوچه رفت باشه میشه خود گپ میزنم خود دیگه با خودی و گپ زنیم مقصد کوشش کنین که خود شما بیاین خود مکان بودن نمیتونم خب سعی کنیم چه کار میشه من میرم من کار میکنم که بیا سر کار شما بیاین اگه شما بیاین کو بیتره خب درسته که اگه ما بیام بیتر کنیم اینجا چیکار کنم خب با مسئولیت خودی خوشلوچی و مسئولیت کنین سعی کنین چی میگم خوبه ما خودمون مسئولیت کنم صحیحه بگی لکم بگم خوبه من میرم بله چه میگم بله چای هم نخوردیم زنده باشین دیگه من گفتم من تا کار دارم گفتم برم زودی پس بیا باشه بنارین سلامت باشین زنده باشین از ما شما کی گپانی او دیگه باجا خوب پولدار شدی دیگه با نه بابا چی پول داشتین این پولار برار ما از آلمان ریکا که اینجا خور کلاوان خود چی فرق میکنه خودتونه دیگه خود دیگه فعلا خب مال برار کی تقسیم کرده دیگه چیکار کنیم باجا من رفتم دیگه بابا من دلجمی بدین زنگ بزن خداحافظ خبر میدم خوشم تو سیکو تو 10 سال میشه متکم اعتماد کردم من میگم اساکو کار غریبی خرید کنم بیام از گودری تو گور با در یا 20 روز بفروشی اینا تا اون کنی و چیکار کنی که کار خیلی کنم اور اگه گیلا کنم پیش تو خوب تو خود نه خود من نمیتونم بیام چه کار که چی شدی ساده خدا این 2 لک روپیه سکیل من چی که خود میزنم میکشه به یک بلا از این در نامونو بله هم یک موتور سفید کلونه به دست یک نفر شما ندیدین موتور سفید کلونه نه مامان جو نه هیچی ندیدین نه من ندیدم چرا هیچی همه بچه باجی موتور بیاردن دم باغچه استاد کردم گفت اکبده که سعی کنم اشتا موتور کلی ازم صبح که رفت تا به حال درک نداره ندیدم من هم سرگردون از این کوچه بزی کوچه معطل گیدم میای این صد میای ندیدم ماما خوبه میگم لالا جو بله سعی کنیم برای شما بیاین بفرمایید اگر امی تو آدم دیدین شکل کلونه از امی کلونا سفیدیه خوب از امی رادیات دارا اگه دیدی میر بچه باجه منه بگیم شو خاله تو گفته زیادی بیا که من از صبح تا حال معطلم بیا یک با باغچه بیا که من 1000 کار دارم خوبه خیر بینیم برا جو میگم چی کردی سکله؟ ساکل شما خراب شده خب خراب شد چی کردی؟ چی کردی هم خراب شده؟ 2 تا بچه ها بیدن گفت امید اگه به تا بازارا بری مرتگه از تو میستونه مجایده از تو میستونه نه بدن مالی ازی ولی چی؟ آنه مالی کرچی و اسبی خوب چیزیه شما میگن خوب چیزی مبارک باشه هم اسبی هم کرچیه
مرتکب اگه به میلان بری خانوادگی جا میشی. تو دیونی، تو مغز سر تو خرابه کاکا. راستی بده که تو از حرام مادر ساده ای. چه؟ این لگی پس کلمر به بالی کره چی خری کی به چی ریپه نمیارزه. این خریه. اسبی بخی اسبی. این گهری شوره کشی عزیز کو سکن عروس تیار کردی بود کاکا. تو دیونی تو. کجا بریم علی؟ به قبرستون بریم. به جایی که موتور معامله کردی به کجا میری بری؟ اشتباهی کردم بعد کردم که من بیام آدم پیش باجه خو. تو ساده خدا کی گفته که موتور به دست ازی بده؟ حرکت دی برو. و تو میتو برو با پلک من میپلم. جهلن شو که من دیونه شدم اصو. بسته سرمایه من می سکیل. اون مردم گفتم اگه بگیرم میستونم می آوردی سکیله. اسب مردنی بیاوردی این دیگه بده